یک جویا کار کردیم اومدیم امروز با این روزه رسید باور کنین باوری نمی‌بیاد که امروز فایزگل قطعی نیست لیکن همه باید که یاد داشته باشه که هممون انم خیلی در تای خداوند گشته استیم امروز های پگاه خداوند یک زیوش جنت کنه شو دختر کوکشور بود شور تو یادم او یک جویا کن خلقی عزیز شریفی تاجیکستانی عزیزم قرآن فایزگل فقط روی صحنه همه هم مردم تاجیکی را میتون همه کلفت چه میخون و هم خرسندی و مروم زندگی شد یک چند روز نمادی جسارتی یک زن تاجیک بود. خفه نشوید برادران وحدتی. یکی از نکته های بسیار داغ گفتن ممکن یکی از وطن های فناتیزم سالهای 90 در قلمرو تاجیکستان وحدت بود ولی کسی روح فایزگل را نشکست کسی نتوانست او را زیر فرنجی کند کسی نتوانست ساز و سرودی ترانه او را پیشش را بگیرد همین خیل باید زیست انا همین خیل باید در زندگی نقش خود را گذاشت پرورد دردا که در این بادیه عمر نورد هر لحظه فراق دوست باید دید هر لحظه ودای همه می باید کرد و پاداش اینقدر خدمت ها و اینقدر جوانمردی هایی که فایزگل کرده است ما همه امیدواریم و دعاگو هستیم که جایگاه آخرتش فردوسی برین خواهد بود آمین الوداع فایزگل جان الوداع خاری عزیز اولا که ایزان برای خودش هیچگاه زندگی نکرد فقط خیش گفت تبار گفت بیگانه گفت یتیم گفت صغیره گفت برای همینا زندگی کرد این زن همه خیزنی بود که من میدونم من چقدر اینو در نزدیک بودم بابا گفتم صدا میده در گوشم الوداع خواهری عزیز فرزند عزیز هنرمند زیاد است ولی انسان کم است این پیش از هنرمند بودنش انسان بود انسانی والایی بود که همه در خدمتش رسیدگی است محسیدم من در تمام انمی روزهای سختی ما در بری ما بودگی است این بهترین شخصیت بود خدا رحمت مغفرت جایش جنت باشه عزیز کردیم یگان بار سخنی ناجا در فایزگل یگان کس نشنیده است عزت و حرمتی که هست در فلرمون دوستان عزیز چه مای همون که شیشتگین این امجا روزی تماشا دارین شما میتونین که نیم ساعتی وقتونه در همین تلفن بیچاره‌تون گذرونین و پول کار کنین 21 روز پس 5 10 20 هزار سومونی با یوری اپای نیلوفر در شرکت فابرلیکس старший دایرکتور شده کار میکنن همه دخترها را زنها را به کار دعوت کرده است و میخواد که کار یاد یا یگان سوم نمیگیره регистрация обучения бесплатно просто ثواب گرفتن میخواد تمام به خرید و فروش айхона بیرون نبروماده در خنکی با یوری انمی تلفن به دیپلم سرتیفیکات یگان چی در کار نیست زبانی روسی هم در کار نیست میتونین که خانه شیشتگی پول کار کنین خریدن نمیفروشین نه خرید و فروش تمام شده در شرکت فابرلیک уже просто онлайн کار میکنین تمام نه که به نزدیکی با 100,000 روبل دایرکتور را تحفه میکنن ویتنام تماشا روی میکنن و یک گلپ در کار رو بده این بدی بلند شاخکاش خم زدگی آی من بچه به آچه ماتم زدگی آی آچه گفتمه کسی به دادم نرسید آی این در دو علم در گیردی من پیچیدگی آی آچه گفتمه کسی به دادم نرسید
غریب افتادمه چون هزو میتر در تنور افتادمه چون هزو میتر نم بدم سوزمه ای آچه جان سینده بگور افتادمه وای این بدی بلند شاخکاش خم تردگی وای من بچه‌ای به آچه‌ای متردگی وای آچه گفتمه کسی بدادم نرسید وای این درد و علم دلیل دینم پیچیدگی وای این درد و علم درگیر دیمم پیچیدگی زردالوی زرد را تر کرده من ای بچه حکی و ناز پرورده من در بالین بیماری ماندی سرتایه پیشی کی رو از کی بپرسم در تایه در بالین بیماری ماندی سرتایه پیشی کی رو از کی بپرسم در تایه بچه حکم بدر شدن رخساره هاش زرد شدن بالشت سری بچمه عذابی دیده کار شدن بچه حکم بدر شدن